خوشحالم باهاتون آشنا شدم. جوری که مادرم میگفت بیشتر استادهای دانشگاه‌ها، بیشتر پزشک‌های امیدوارم پدر و مادرت در مورد کارهای بله شما نجات میدید، فقط کسی قدر شما رو نمیدونه. من مادرم استاد دانشگاه هستش. من اینکه بخوام به هدفم برسم خیلی درس خوندم و اینکه هر کاری کردم اما نشد. یا باید ایثارگری می‌داشتم یا جانبازی و مناطق محروم، اما هیچ کدومشون نداشتیم. خیلی اتفاق من اینقدر ازتون بد شنیدم که فقط می‌خواستم بیام پشت تلفن بهتون فوش بدم. اینقدر با من خوب صحبت کردید، اینقدر زیبا آرزو همه چی رو توضیح دادید، الان فقط میتونم بگم شرمنده‌تونم. اسماعیل نژاد، شیر مادرت حلالت بشه. نبودی الان تو منطقه مرزی، باید تو پادگان کلاغ‌بر می‌رفتیم. حلالت بشه جان داداش. زندگی به من آموخت یا باید مثل سنگ در مقابل مشکلات باشم یا مثل خواستم تشکر کنم ازتون بابت قبولی بهمن ماه 402. من خیلی زحمت کشیدم، هر شرایط مهیا نمیشد. با شما که آشنا شدم متوجه شدم این کار فقط از دست شما برمیاد و به همه از همینجا پیشنهاد میکنم که هر کسی میخواد برای آیندهش تصمیم بگیره بهتره یک مکالمه‌ای با شما داشته باشه، نه جهت اینکه بخواد حتما کارش رو انجام بده، نه، فقط بابت اینکه متوجه بشه که آخرین نقطه‌ای که میتونه تو